بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و بعد. الله متعال را سپاس میگیم که برای شما باز توفیق داد که به خاطر فهم دین الله متعال جمع بشه و از الله متعال استدعا داریم که نعمتهایش را بر ما افزایش بده و به خاطر کوتاهی ها و تقصیرات ما را از نعمتهای معنوی که هدایت الله تبارک و تعالی و فهم درست دینش است محروم نسازه و توفیق عمل خالصانه به آنچه می‌آموزیم را نصیب بکنه و توفیقی را نصیب بکنه که دیگران را به طریق نیکو به طرف این دین دعوت بکنیم و توفیقی را نصیب بکنه که ما را از جمله اساکرش بر تطبیق این دین بگردانه. مبحثی را که آغاز کرده بودیم در هفته قبلی در مورد ای بود که ما چگونه در نماز خشوع داشته باشیم. بحث خود را تا امی رسیدن به دعای افتتاح نماز رسانده بودیم. یک انسان قبل از اینکه به نماز وارد شود اول ذهناً و روحاً باید آماده از این باشه که در مقابل یک ذات بسیار بزرگ و عظیمی که خالق همه هستی هست و همه هستی با یک کلمه کن فیکون اگر او بخواه خلقش میکنه و اگر بخواه هلاکش میکنه و از بینش میبره. خود این روحیه انسان را بزرگ میسازه، نماز را در ذهن انسان بزرگ میسازه و باعث میشه که در قلب انسان خشوع ایجاد شود. و موارد دیگه را هم یادآوری کردیم مثل درست وضو گرفتن و در حین نماز همین حالت را در ذهن داشتن که الله تبارک و تعالی مرا میبینه، هر حرکتی که از من انجام میبینه پروردگار رو میبینه و هر گپی که به زبان خود میارم پروردگاری را میشنوه و هر تصوری که در ذهن و در قلبم خطور میکنه پروردگار از او آگاه است. همه این مفاهیم در ذهنش باشه و تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم اعبد الله کانک تراه، پروردگار آنگونه عبادت کو که گویا تو او را میبینی. فان لم تکن تراه فانه یراک، زیرا اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. بعد از او این نکته را هم یادآوری کرده مختصرا که هر قدر ظاهر نماز ما و باطن نماز ما به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشه و مطابقتش بیشتر باشه خشوع بیشتری بر انسان ایجاد میکنه. و باز بحث ما تا اینجا رسید که آنچه که ما به عنوان دعاها و اذکار در نماز میخوانیم مفاهیم اینا را بفهمیم، یعنی بدون فهمیدن معانی آنچه ما در نماز میخوانیم خیلی سخت است که ما در نماز خود خشوع داشته باشیم. شما اگر آیات قرآن کریم را دقت کرده باشین زمانی که الله تبارک و تعالی مسلمان ها را به مراحل تدریجی شراب را از سرشان منع میکرد، یکی از این مراحل گفت که شما هنگامی که نشه هستین و نماز نزدیک نشین و بعد از او علت بسیار جالب در اینجا ذکر میکنه، میگه حتی تعلموا ما تقولون، تا ای که بدانین چی میگین. یعنی در نماز به این خاطر که انسان در حالت نشه نمیفهمه چی میگه و شما در این حالت به نماز نخونین که بفهمین چی میگین. حالا خیلی های از ما شما که امی دعاها و اذکار و سوره هایی که در قرآن میخوانیم را نمیفهمیم بدون از اینکه نشه باشیم در حالت نشه قرار داریم. از لحاظ عدم فهم معانی آنچه که در قرآن میخوانیم حالت نشه داریم چون نمیفهمیم که چی میگیم. و وقتی انسان کلماتی را که میگه نفهمه ذهنش نمیتونه مشغول او باشه، ذهنش نمیتونه مشغول او بوده باشه. مثلا شما اگر بر شما کسی یک متن انگلیسی را بده شما انگلیسی بلد نباشین ولی او را بخونین الفاظش ادا کرده بتونین نمیتونین ذهنتون متوجه معانی از او باشه چون نمیفهمین شما او را. غالبا یکی از بزرگترین عواملی که شما در نماز خود خشوع نداریم همیست که مفاهیمی را که در نماز میخوانیم نمیفهمیم این چیست. دیگه به خاطر شیطان فرصت خیلی خوب پیدا میکنه برای از اینکه ذهن ما را از نماز چی بکنه دور بکنه. فقط زبان ما در نماز است، ذهن و قلب ما در نماز نیست. به این خاطر من همین نکته را گفتم میگم که مفاهیم همون کلماتی را که ما در نماز میخوانیم را باید بفهمیم. از رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای افتتاح نماز زیاد نقل شده. خود دو نوعش مشهورتر است. یکی همین دعایی که ما شما همیشه میخوانیم سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. این هم حدیث صحیحی است، در کتابای سنن اربعه روایت شده، ترمذی و ابن ماجه روایت کرده و حدیث صحیح است. اول خود همین مفهوم عام هست، انسان معنای از این اگر دقت بکنه خیلی نکات جالب داره. سبحانك پاکیست پروردگار مرا،
اللهم باز انسان الله را مخاطب میسازه ای بار الها و بحمدک و همه حمد و ثنا و صفت مخصوص به تو. گرچه این کلمات از لحاظ بار معنایی تفصیل زیاده داره، شما گاهی وقتا اگر در سای بعضی از علما و مفسرین نشنیده باشین گاهی وقتا تنها در معنای کلمه حمد یک ساعت گپ میزنه. خب اگر انسان اوقدر مفهوم وسیع هم در ذهنش نباشه، حداقل عمیق در معنا در ذهنش باشه که الله تبارک و تعالی ذاتی است که مستحق کمال ثنا و توصیف است و انسان در اینجا امی عظمت و بزرگی و جلال الله تبارک و تعالی را یاد میکنه که پروردگار از هر عیب و نقص پاک است و بعد از او انسان مسلمان اعتراف میکنه به این که الله او ذاتی است که ذاتاً مستحق کمال مدح و ثنا هست. علما در تعریف حمد امی گپ میگن. بعد از او انسان بعد از اینکه الله تبارک و تعالی را به پاکی یاد کرد و او را مستحق حمد دانست، عظمت و جلال از او را حتی در اسما و صفاتش هم اعتراف میکنه و تبارک اسمک و پروردگار اسم تو هم بسیار با برکت هست و تعالی جدک و منزلت و جایگاه و مرتبه تو از هر چیز دیگه که بالاتر است. مثل که ما شما این مفهوم را در گفتن الله اکبر در نماز شروع میکنیم. ولا اله غیرک و هیچ معبودی که مستحق عبادت باشه به غیر از تو قرار نداره. یعنی تو ذاتی هستی که مستحق عبادتی و من آل در مقابل تو قرار دارم تا را مورد عبادت قرار بدم. این مفهوم را در ذهن خود انسان بیاره. نکته دیگه چیست که بسیاری وقتا انسان وقتی معانی بعضی کلمات را هم بفهمه، معانیش را بفهمه، اما بسیار امور تکرار بکنه بیشتر شکل عادت را بر انسان میگیره و ذهن از معنا دور میشه. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله یک دعا را در افتتاح نماز نخوانده. احیانا این را میخوان و احیانا این دعای دیگر را میخوان که خیلی هم کوتاه هست و قدر مشکل نداره، میشه دوستایی رو یاد بکنن. در کتاب پناهگاه مسلمانی دعاهایی که من میگم هست. کتاب پناهگاه مسلمان حتما دوستا داشته باشن. یک کتابی که جیبی کوچک است، اگر ندارن این رو پیدا بکنن، این را حفظ بکنن، خیلی خوب است. این دعای دومیش چیست؟ این دعایی که بیشتر ما شما خوانیم، این به عظمت و جلال پروردگار بیشتر پرداخته بود و این دعا بیشتر به تقصیر و نقصانات بنده توجه دارد. این دعا با این کلمه شروع میشه که اللهم ای بار اله. خود همین لفظ اللهم چند مفهوم را داره. یکی دلالت جلال و عظمت الله را داره، دوم مفهوم ذلت بر بنده را ادعای میکنه. یعنی انسان در مقابل یک ذاتی که به مراتب از هر بود نسبت به الله بزرگ است و انسان خیلی کوچک و به اصطلاح خرد در مقابل از او قرار داره و از او طلب استدعا میکنه. کلمه اللهم چگونگی استدعا و طلب یک امر را از الله تبارک و تعالی بر انسان تعلیم میده. بعد از او انسان به خطاها و گناهان خود اعتراف میکنه و از الله تبارک و تعالی استدعا میکنه که ازش دور بکنه. میگه اللهم باعد بینی و بین خطایای، پروردگار تو بین ما و بین گناهانم فاصله ایجاد بکو، کما باعدت بین المشرق و المغرب، اما فاصله که بین مشرق و مغرب ایجاد کردی. یعنی پروردگار تو مرا از گناهان و از همه زشتی‌ها و بدی‌ها دور بگردان. در اینجا انسان مسلمان دو بعد معنایی را در اینجا میتونه دقت داشته باشه. یکی خطاکار بودن بنده، چون انسان موجود بسیار ضعیف است و عوامل و اسباب زیادی او را به طرف گناه میبره. دوم ای که هیچ کسی به غیر از الله توانایی زیرا نداره که بنده را از گناهان پاک بکنه. یعنی این ما از کی طلب میکنیم؟ از الله تبارک و تعالی طلب میکنیم. و بعد از او انسان چقدر نیاز داره از این که از این گناهان پاک شوه، مثل که فاصله بین مشرق و مغرب است و این از کی طلب باید بکنه؟ از الله تبارک و تعالی طلب بکنه. و بعد از او در ادامهش میگه که اللهم نقنی من خطایای، پروردگار تو مرا پاک بگردان، تو مرا پاک و بین ما و گناهان فاصله بنداز و مرا از گناهان پاک بگردان، کما ینقى الثوب الابيض من الدنس، مثل از این واری که تو یک لباس سفید را از چرک ها و از آلودگی ها پاک میگردانی. غالبا در لباس ها ناپاکی بیشتر دیدن، در هر لباس ناپاکی دیده میشه، اما در لباس های سفید بیشتر دیده میشه. یعنی وقتی یک نفر خواسته باشه تمثیل از پاکی را بکنه، بیشتر رو به لباس های سفید میگن، در لکه در لباس سفید خوبتر دیده میشه. یعنی یک تعبیر ادبیاتی جالب عربی در اینجا ذکر شده که پروردگار تو مرا امان گونه از گناهان پاک بگردان، مثلی که یک لباس سفید را از چرک پاک میگردانی. یعنی که اگر در یک لباس سفید یک چرکی بسیار کمی هم باشه و قابل چی هست؟ قابل دید است. پس تو در وجود ما هیچ گناه باقی نگذار. و الله تبارک و تعالی امی قدرت و امی امر را خودش داره و به می خاطر از بنده هاش طلب کرده که ادعونی استجب لکم، از من بخواین و از شما اجابت میکنم و گناهانتان را طلب بخشش گناهانتان از من بخواین، ما او را میبخشم. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگه
حدیث قدسی از الله تبارک و تعالی نقل میکنه، میگه که اگر بنده‌ام به اندازه بزرگی کوه‌ها و حتی بزرگتر از او گناهان داشته باشه و به طرف ما بیایه و از ما طلب بخشش بکنه، ما با بخشش بالاتر از او میایم به طرف بنده خودش. و در حدیث دیگه هم که هم حدیث قدسی هست، شما شنیده باشین، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال میفرماید که بنده اگر برای ما یک بلس نزدیک شه، من به اندازه از او به یک وجب نزدیک میشم. اگر او به طرف ما آرام آرام بیایم، من به طرف از او به دوش میایم. یعنی که پروردگار همه قدر بر نسبت به بندهش اراده خیر را داره. پس وقتی انسان مسلمان در آغاز یک عبادت بسیار بزرگی که نماز باشه، از پروردگار امیر طلب بکنه که پروردگار تو مرا از گناهان پاک بگردان. چرا این کارا بکنیم؟ به دلیل از اینکه الله تبارک و تعالی ذات بسیار مقدس و پاک است و انسان با این گناهانش زیبندیش نیست در مقابل او ذات و او عظمت و جلالی که داره ایستاد شود. به همین خاطر وقتی انسان استاد میشه، ابتدا باید اظهار تقصیر خود را بکنه، کوچکی و شکستگی و گناهگار بودن خود را اعتراف بکنه. مثل از این واره که شما نسبت به یک نفر بودی که بسیار بزرگ آدم باشه و شما در مورد از او بسیار کوتاهی ها کرده باشین، وقتی که میرین در اونجا دیگه یا از بزرگی از او شروع باید بکنین یا از تقصیر خود شروع باید بکنین. در همینجا در دعای اول افتتاح نماز از بزرگی الله تبارک و تعالی شروع میشه. در این دعای دومی از ذلت و شکستگی و نقصانی که بنده داره شروع میکنه، که یعنی وقتی انسان این اعتراف را بکنه دیگه باز بیشتر مورد ملامتی قرار نمیگیره، چون خودش اعتراف داره و خودش قبول داره که خطاها داره و کوتاهی‌های زیاد داره. در اینجا الله تبارک و تعالی همین مفهوم را در ذهن انسان میرسونه که وقتی تو در مقابل الله تبارک و تعالی قرار میگیری، تو خیلی کوچکتر و ضعیفتر و ناتوانتر و گناهکارتری که در مقابل او ذات با او عظمت و جلال و کبریایی ایستاد شدی. به می خاطر وقتی تو با اینمی گناهان و تقصیرات ایستاد شدی، امی مناجاتت را و خواسته هایت را از کجا شروع باید بکنی؟ از اظهار تقصیرات نسبت به خطاهای خودت و ای که اینمی خطاها را هم باز هیچ کسی از تو دور کردن نمیتونه مگر الله تبارک و تعالی. پس پاک کردن اینمی خطاها و اینمی چرکی ها و اینمی آلودگی ها را هم از الله تبارک و تعالی طلب بکو. و این الله تبارک و تعالی با وجودی که اما قدر ذات عظیم و بزرگی هست، ما را با اینمی خطاها و کوتاهی های ما میپذیره و وقتی که ما از او اظهار به اصطلاح بخشش میکنیم، از امی گپ ما خوشحال میشه، از امی گپ ما خوشحال میشه. و این نکته بسیار عجیب و جالب است، به حدی که الله تبارک و تعالی از انسانی که از گناهان خود اظهار تقصیر میکنه او را دوست خود میگیره. یکی از علما گپ جالبش یک بار ما دیدم، میگه او در قرآن کریم الله متعال خیلی از مردم را گفته که ما دوست میگیره. مثلا شما دیده باشین ان الله یحب المتقین، ان الله، میگه من یک بار دیدم که آیا الله مرا دوست داره یا نداره. دیدم الله متعال گفته ما صابران را دوست دارم، متقیان را دوست دارم. میگه ما دیدم که در هیچ کدام از این لستا من نمیایم، یعنی نه اون احسان را دارم که الله تبارک و تعالی میگه، نه متقوا را دارم. میگه کم بود که ناامید شوم. دیدم که به این آیت برخوردم که الله متعال میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. میگه این آیت خیلی مرا خوشحال ساخت که اگر من دیگه کار کردن نمیتونم که الله مرا دوست داشته باشه، یک کار کردن میتونم که از گناههای خود توبه بکنم تا الله مرا دوست داشته باشه. یعنی این نکته بسیار جالب است و این هر انسان کرده میتونه. پس این عظمت الله تبارک و تعالی را نشان میده که یک بنده ای که مال و مال از گناهان و تقصیرات باشه، وقتی در مقابل بنده از امی گناهان خود طلب بخشش میکنه و توبه میکنه، الله متعال تنها به خاطر اینمی عمل خیر او را به دوستی خود میگیره. و این نکته بسیار بزرگ و عظیم است که یک انسان مسلمان نباید از این نکته غافل باشه. اینجا عظمت و جلال الله و کمال محبت الله دیگه بر انسان دیده میشه که پروردگار چقدر نسبت به بنده خودش خیرخواهی داره، چقدر رحمت الله تبارک و تعالی وسیع است و چقدر مهربانی و لطف در حق بنده زیاد است. اما متاسفانه این بنده ها هستند که همه قدر تقصیراتشان زیاد است و گناهانشان زیاد است و هرگز متوجه خطاهای خود نمیشن. پس انسان مسلمان وقتی در نماز هم استاد میشه و امید دعا را بخونه، حالت خودش را خوبتر درک میکنه و کوتاهی ها و تقصیرات و گناهانی را که داره و عظمت و جلالی را که الله تبارک و تعالی داره و این اوج خیرخواهی را که الله متعال نسبت به بنده داره، امی در ذهن انسان تمثیل میشه و ذلت خود انسان و عظمت الله وقتی در قلب یک بنده در حین نماز بیدار باشه، خود به خود به طرف خشوع میره و قلبش مشکنه و انکسار پیدا میکنه و تضرع و خشوع در قلبش پیدا میشه. و بعد از اون الله تبارک و تعالی باز بر ما امیر تعلیم میده زبان پیامبرش که بیشتر از این دعا بکنیم که اللهم اغسلنی بالماء، اللهم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. پروردگار تو مرا شستشو بکو از این گناهانی که دارم با برف و با ژاله و با آب. روایت گاهی وقتا تفاوت میاد، کلماتش پشت هم میان، مشکل نداره، مفهوم
کلیش درست است. اللهم اغسلنی، پروردگار تو مرا بشوی از گناهان ما با آب، یعنی با یک چیز هم نه، با هر وسیله. گاهی وقتا شما دیده باشین بعضی از میکروب ها به گونه است که توسط یک ماده خاصی از بین نمیره تا که دیگه ماده ها رو پاک بکنه. در اینجا یک تعبیر شده از به اصطلاح اشیای نظیف کننده که هر کدام از این مؤثرتر باشد در دور کردن خطاها و گناهان ما. پروردگارا تو به عمو وسیله ای از ما دور بکن. پس از ابتدا مرور میکنیم که انسان مسلمان هنگامی که میخواد در مقابل الله تبارک و تعالی با او جلال و عظمتش قرار بگیره، اول از الله تبارک و تعالی طلب چی بکنه؟ طلب دور کردن گناهانش را بکنه، به خاطری که انسان با این گناهان برش سزاوار نیست در مقابل الله قرار بگیره که همه نعمت ها را بر ازی داده و همه خوبی ها را و همه احسان ها را در حقش کرده، اما باز همی بنده ناسپاس در مقابل الله با او عظمت و جلال گناهان میکنه و بازم در مقابل الله بیا اسات شده باشه. و حتی گاهی وقتا دی انسان ها را شما دیده باشین وقتی در نماز اسات میشه، ما خودم گاهی وقتا دیدیم یک نوع غرور و تکبر در سیمایش دیده میشه، یعنی که نوع تو به خود چی میکنه؟ غرور داده جسمت که دیگه من خیلی نماز میخونم، یعنی خدا منتگزار ما باشه که من نمازش میخونم. این در حقیقت در تضاد اصلی با مفهوم عبادت قرار داره. اینمی روحیه که متاسفانه این انسان هایی دارن در تضاد کلی با مفهوم اصل عبادت قرار داره، چون اساس مفهوم عبادت تضرع و خشوع در مقابل الله تبارک و تعالی هست. و وقتی انسان مسلمان در ابتدای این عبادت به خطاهای خود اعتراف میکنه، از لحاظ روحی بیشتر خودش ملامتی خودش باعث میشه که در مقابل الله احساس خشوع و شکستگی و انکسار و تضرع بکنه. پس این دعا هم دعای بسیار جالب است که انسان بکنه. اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب. پروردگار تو مرا پاک بگردان، بین ما فاصله بنداز، بین ما و گناهان ما آن گونه فاصله که بین مشرق و مغرب انداختی. و اللهم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابيض من الدنس. پروردگار تو مرا پاک بگردان از گناهان مثل که یک لباس سفید را از چرکی ها و آلودگی ها پاک میگردانی. اللهم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. پروردگارا تو گناهان مرا بشوی و مرا پاک بگردان از گناهان و گناهان مرا از آلودگی ها دور بکن، مثل توسط برف یا هم ژاله. تگرت فکر میکنم ایرانی ها چی را میگن؟ نه ژاله را میگن و آب. همینطور است نه؟ به خاطر ترجمهش همین نکته را ذکر کرده. و بعضی از دعایی بیشتر این دعاها رسول الله صلی الله علیه و آله در نمازهای 5 وقت میخوان، در نمازهای سنت ها و در فرایض میخوان. یک ایده دیگه دعاها رسول الله صلی الله علیه و سلم در افتتاح نماز نقل است که این را اکثرا در نمازهای تهجد میخوان. یعنی این دعاها کوتاه هست و ضرورتا در نمازهای فرضی، خصوصا وقتی که یک نفر امام باشه یا چی باشه، ضرورتا باید حالت مردم را مد نظر بگیره، نمیشه دعاهای بسیار طولانی بخونه. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله در نمازهای سنت و نفل‌هایی که 5 وقت است دعاهای کوتاه‌تر را اختیار کرده. اما در نماز شب که وقت بسیار بیشتری داره و ضرورت به است که انسان در اوجا با پروردگار خودش مناجات بیشتری بکنه و تضرع بیشتری بکنه و از لحاظ روحی خود شب و نماز شب تأثیر ویژه خود داره، در اونجا با رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای طولانی تر را میخوان. ما او را چون کمی دعاهای تفصیلی تر هست، من فقط ترجمهش را بر دوستان میگم، تحت لفظی ترجمهش میکنم. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اول وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز خود را شروع میکنه، در اینجا باز به عظمت الله نماز خود شروع میکنه. من روی خود را متوجه او ذات میگردانم که فطر السماوات والارض حنیفا، همه آسمان ها و زمین را خلق کرده و از هیچ اونها را بیافریده. و من در حال در مقابل پروردگار خودی ساده هستم که توحید دارم و از شرک و از مشرکین بیزارم و ما انا من المشرکین و از جمله مشرکان نیستم. بعد از او انسان چگونگی عبادت خودش را و اعتراف به این که همه عبادت ها الله تبارک و تعالی مستحق است ذکر میکنه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. هر آینه نماز من و مناسک من و زندگی و مرگ من از آن الله است که پروردگار عالمیان است. لا شریک له، هیچ شریک نداره. و بذلک امرت، و من مأمورم به عنوان یک بنده که اینمی ذات را با اینمی عظمت و جلال عبادت بکنم و همه عبادت های خود را خالص بر از او بگردانم. و انا من المسلمین، و ما جمله مسلمان ها هستم. اللهم انت ملک اللهم انت الملك لا اله الا انت. در اینجا باز رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف
طرف جلال و عظمت الله میره که هر قدر از عظمت الله تبارک و تعالی زیاد بگه و او را تکرار بکنه، بزرگی الله در ذهن انسان بیشتر شده میره و شکستگی و خردی انسان پیش خودش بالاتر شده میره. انت ربی و انا عبدک، پروردگار تو پروردگار من هستی، من بنده تو هستم. اما مفهوم کلی است که انسان همیشه به عظمت الله و شکستگی خودش اعتراف بکنه. و خود مفهوم رب یک بار معنایی بسیار عجیب داره. در این اول اوج عطوفت و مهربانی نهفته است، چون رب بر ذاتی میگن که انسان را از هیچ آفریده و بدون هیچ توقعی آفریده و بدون هیچ نیازمندی آفریده. یعنی این اوج عظمت و جلال الله بود که انسانها را خلق کرده و خصوصا باز نعمت‌های بیکرانی را بر از او داده. پس انسان اول به امی اعتراف بکنه، انت ربی، پروردگار تو پروردگار من هستی، و انا عبدک، و من بنده بسیار کوچک تو هستم. خود لفظ عبد از اوج ذلت گرفته شده، ذلت و شکستگی، و رب از عظمت و جلال و بزرگی گرفته شده و بار معنایی عجیب بین از اینها نهفته است. یعنی نزدیکترین پیوند در هستی میان یک بنده و با پروردگارش است. او قدر پیوند عاطفی نزدیکی که بین الله و بین بنده وجود داره، یعنی بین رب و بین عبد وجود داره، این پیوند در هیچ حالت دیگه وجود نداره. این پیوند مثلا در میان نسب‌های انسان ها نیست. اوقدر پدر و پسر با هم نزدیک نیستن که عبد و رب با هم نزدیکن. اما رقمی که خود الله تبارک و تعالی تعبیر میکنه که و نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما از رگ گردن هم به شما چی هستم؟ نزدیکتر هستم، چون همه نعمت ها را او بر ما داده. و باز میگه ظلمت نفسی، اینجا اول عظمت الله را ذکر میکنه و بعد از او باز تقصیرات خود را میاره. ظلمت نفسی، من نفس خود ظلم کردم با انجام گناهان، با عدم رعایت و حقوقی که الله تبارک و تعالی بر ما داره. و اعترفت بذنبی، من او انسان هستم که با گناهان سر خود ظلم کردم، خو از انسان های لجوج نیستم که اعتراف به گناه نکنم. اعترفت بذنبی، به گناهان خود اعتراف میکنم. خب این گناهان چطور باید بکنم؟ فغفر لی، از تو باز طلب بخشش این گناهان خود میکنم. پروردگار تو مرا ببخش، فغفر لی ذنوبی جمیعا، همه گناهان را پروردگار تو ببخش. انه لا یغفر الذنوب الا انت، زیرا هیچ کسی به غیر از تو دیگه بخشش گناهان مرا کرده نمیتونه. وحدینی مرا هدایت بکن لاحسن الاخلاق، به نیکوترین اخلاق ها. در اینجا ببینید چی پیوند عجیب بین مفهوم اخلاق و بین مفهوم عبادت وجود داره. نزدیکترین پیوند انسان در نماز است، از پروردگار طلب چی میکنه؟ بعد از بیان تقصیرات خودش از الله تبارک و تعالی طلب بخشش گناهان میکنه و بعد از او طلب هدایت به نیکوترین اخلاق را انسان باید از الله تبارک و تعالی بکنه. چرا؟ لا یهدی لاحسنها الا انت، هیچ کسی نمیتونه مرا به نیکوترین اخلاق هدایت بکنه مگر تو. در اینجا یک نکته بسیار جالب دیگه برای انسان در ذهن انسان تداعی میشه، او است که انسان در هر حالتی به الله نیازمند هست. در هر حالتی، در هیچ حالتی بنده مؤمن از الله بی نیاز شده نمیتونه. و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله غالبا در دعاهای خود را میخوانید، همیشه در ذهنتان داشته باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که پروردگار ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، پروردگار تو مرا یک چشم به هم زدن هم به خودم واگذار نکو. یعنی در هر حالت ما نیازمند پروردگاریم. اگر گناه میکنیم باز بخشش به نیازمند پروردگار میشیم، اگر طلب هدایت میکنیم باز به پروردگار نیازمند میشیم. هر حالتی انسان نسبت به پروردگارش چی هسته؟ نسبت به پروردگارش نیازمند است و انسان همیشه فقیر است و پروردگار همیشه بی نیاز هست. خب واصرفنی عنی سیئها، همه ارزش کارهای ضد اخلاقی را از ما دور بکن. را یصرف عنی سیئها الا انت، و هیچ کسی امی بدی ها را هم از ما دور کردن نمیتونه مگر تو پروردگار. لبیک و سعدیک و الخیر كله بیدیک، پروردگار ما اعتراف به آمادگی بر اطاعت از تو را میکنم و همه خیرها و همه خوبی ها فقط به دست تو هست. و شر لیس الیک، شر از جانب تو نیست. اینجا مفهوم شر موارد را برمیگرده که مثلا که شما در ایمان به قضا و قدر این مفهوم را توضیح دادم که انسان در نتیجه اراده خودش او را انجام میده. خب انا بک و الیک تبارکت و تعالیت، پروردگارم من از تو هستم و به سوی تو پس دوباره برمیگردم و عظمت و جلال تو بسیار بزرگ است. استغفرک و اتوب الیک، باز دوباره از تو طلب بخشش دارم و به طرف تو رجوع میکنم و بازگشت من هم به طرف تو هست. در اینجا ببینید این دعا کمی طولانی تر هست که انسان مسلمان این دعا را بیشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای شب میخوان و اگر الله برای شما توفیق حضور نصیب بکنه که در نمازهای شب اگر قرار بگیریم امی دعا را بخونیم. یک دعای دیگه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل است، این هم دعای جالب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل،
پروردگار جبریل و میکائیل و اسرافیل، اینا شما میفهمین ملائکه های مقرب الله تبارک و تعالی هستند، و خصوصا جبریل که به اصطلاح ما شما رئیس ملائکه ها هست، یعنی بسیار یک مخلوق مکرم الله تبارک و تعالی است. الله بر از صفات بسیار بزرگ و زیبایی را در قرآن کریم برش نسبت داده و در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم با امین لفظ مناجات خود به پروردگار شروع میکنه که پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل باز فاطر السماوات و الارض، خلق کننده آسمان ها و زمین، عالم الغیب و شهاده، دانا، ذاتی که دانا هستی، همه پوشیده ها و آشکارها را میدانی. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، تو در میان بنده های در آنچه که اختلاف دارن حکم میکنی، هم در دنیا مطابق بر اساس آنچه که در شریعت نازل کرده و هم در آخرت که خود الله تبارک و تعالی با عنوان قاضی در میان بنده هاش حکم میکنه. اهدنی لما اختلفت فیه من الحق باذنک، پروردگارا تو خودت مرا به طرف او حقی که تو خودت میدانی هدایت بکو. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، زیرا تو میتونی هدایت بکنی کسی را که خودت اراده کرده باشی. و یک دعای دیگه هم هست، او هم جالب است، انسان مسلمان ایره هم خیلی خوب است یاد داشته باشه و در ابتدای دعاهای خود، در ابتدای نماز خود بخوانه. الله اکبر کبیرا، پروردگارا تو بزرگی و خیلی بزرگتر از هر چیزی که در تصور و ذهن انسانی بیه. الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، این کلمه را 3 بار تکرار میشه. و بعد از الحمدلله کثیرا، پروردگارا همه ثنا و صفت و توصیف و جلال مستحق ذات بی کبریایی تو هست و این بی نهایت به تو باد. والحمدلله کثیرا والحمدلله کثیرا، این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 بار تکرار میکرد. و سبحان الله بکرة و اصیلا، و پروردگارا پاکیست از آن تو در هر صبح و در هر شب، در هر وقتی که شب تاریک میشه و در هر وقتی که روز داخل میشه. این رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کدام از اینها را 3 بار میگفت. بعد از اون اعوذ بالله من الشیطان من نفخه و نفثه و همزه. انسان مسلمان در اینجا بعد از اینکه عظمت و جلال الله تبارک و تعالی را یادآوری میکنه و الله تبارک و تعالی را حمد میگه و تکبیر میگه و تسبیح میگه، بعد از او از یک موجود مضری که بین پروردگار و بین مخلوق حائل قرار میگیره و انسان را مانع میشه بر از اینکه درست عبادت پروردگار را بکنه، از او به الله پناه میبره که او عبارت از ابلیس و شیطان هست. اینا دعاهایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوان. یک دعای دیگه هم هست، هم کمی طولانی است، فقط اون الفاظش هم براتون تکرار میکنم، جایی که معناش نمیفهمیدین باز میشه بر شما بگم. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض و من فیهن، پروردگارا بر تو هست ثنا و صفت و جلال و کبریایی و عظمت، تو هستی روشنایی آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان این دو هست. ولک الحمد انت قیم السماوات والارض و من فیهن، و بر تو باد حمد که تو استوار کننده آسمان ها و زمین هستی و هر آنچه که در میان از او هست، نگه دارنده و استوار کننده پروردگار تو هستی. در اینجا ببینن یکی از صفات بسیار بزرگ الله قیومیت هست، قیوم بودن هست. متاسفانه خیلی از مسلمان ها می صفت را هم به غیر الله نسبت میدن، مثل که یک گروه صوفی ها هستن پیر خدا میگن قیوم زمان. این قیوم فقط از الله تبارک و تعالی، صفت خاصه الله هست، به این نسبت دادن به غیر الله شرک است. ولک الحمد انت رب السماوات والارض و من فیهن، پروردگارا به تو باد حمد و ثنا و توصیف، زیرا تو پروردگار آسمان ها و زمین و هر آنچه که در میان از اونها است توستی. ولک الحمد لک ملک السماوات والارض و من فیهن، پروردگارا بر تو باد ثنا و صفت، زیرا تو مالک همه آسمان ها و زمین و هر آنچه که در میان از اونها است توستی. شما یک بار دقت بکنین چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این مفاهیم را تکرار میکنه؟ به خاطری که گفتیم همیشه تکرار یک مفهوم باعث از این میشه که عظمت و جلال الله در ذهن انسان زیاد شده بره. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میره بارها در نماز تکرار میکنه. ولک الحمد انت ملک، در یک جای میگه که انت ملک و در دیگه جای میگه انت ملک، یعنی تو مالکش هم هستی و تو متصرفش هم هستی از در آسمان ها و زمین و آنچه که در میان از اون هست. ولک الحمد انت الحق و وعدک الحق و قولک الحق و لقاؤک حق، پروردگارا تو مستحق حمدی و تو حق هستی و وعدت حق است و سخنت حق است و ملاقات تو هم حق است. و الجنت حق و النار حق، و جنت هم حق است و دوزخ هم حق است. این مفهوم را وقتی انسان میگه، یکی از علما یک تعبیر جالب میکنه، میگه شما در حین خواندن نماز برای ازی که خوب خشوع داشته باشین چه تصویر در ذهن خود ایجاد بکنین. تصویرتان این بوده باشه که فکر بکنین اینمی آخرین نمازم است. میگه شما در حین خواندن نماز این تصور داشته باشین که گویا ملک الموت در پشت سر شما هست و میال شما را قبض رو میکنه. آخرین نماز است که میخوانین و به طرف راستتان فکر بکنین جهنم است و به طرف چپتان فکر بکنین جنت است و در مقابلتان الله تبارک و تعالی است. یعنی شما در اینیت یک حالت قرار دارین چگونه الله را عبادت بکنین. از مرگ نجات ندارین، او حتما میاد به طرف شما و بعد از او در مقابل الله قرار میگیرین و باز یا نتیجه کار شما جنت میشه یا همچی میشه
دوزخ میشه. چی چیز شما را از این جهنم نجات میده و به طرف جنت میبره؟ عبادت خالصانه و درست الله تبارک و تعالی. پس همین کار را بکنید. یعنی بعضی از علما طرف تعابیر جالب میکنن. حقیقتا وقتی انسان اگر اموت یک تمثیل ذهنی در حین نماز داشته باشه، باور بکنین کیفیت نمازش فرق میکنه. که تو فکر بکنی خلاص این آخرین نماز است که من میخوانم دیگه، در مقابل پروردگار قرار دارم، یک طرف من هم جهنم و یک طرف من هم جنت. در اینجا وقتی انسان این کلمات را هم باز بگه، این مفاهیم در ذهنش زنده تر میشه که پروردگار تو حق است و وعده تو حق است و قول تو حق است و ملاقات تو حق است و جنت تو حق است و جهنم تو حق است و نبیون حق و همه انبیا علیهم السلام حقا که تو به خاطر هدایت بشر روان کردی و محمد صلی الله علیه و سلم حق و پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر آخر زمان حق است و ساعت حق و قیامت حق است. اللهم لك اسلمت، پروردگار ما به تو تسلیم میشم، و علیک توکلت و فقط به تو توکل میکنم، و بک آمنت و فقط به تو ایمان میارم، و الیک انبت و فقط به طرف تو بازگشت میکنم و انابت میکنم، و بک خاصمت و به خاطر تو دشمنی میکنم، و الیک حکمت و فقط تو را حکم قرار میدم. فاغفر لی ما قدمت، پروردگار تو ببخش آنچه که ما در گذشته ها انجام دادیم، و ما اخرت و آنچه که در آینده است پیشم از خطاها و تقصیرات انجام میگیره، و ما اسررت و ما اعلنت، و پروردگار تو ببخش او چیزهایی که ما آشکارا انجام دادیم از گناهان و از تقصیرات و آنچه که ما علنی انجام دادیم. انت المقدم و انت المؤخر، و تو اول هستی و تو آخر هستی. لا اله الا انت، هیچ معبودی بغیر از تو مستحق سزاوار عبادت نیست. انت الهی لا اله الا انت، فقط تو اله و ذاتی هستی که من عبادت میکنم و هیچ معبودی به غیر از تو وجود نداره. حالا شما یک بار فکر بکنید اگر ما شما همه همین دعاها را بفهمیم و معانی از اینها را هم بفهمیم و در ذهن خود داشته باشیم و در حین عبادت این معانی در ذهن ما زنده باشه، حقیقتا انسان در نماز خودش خشوع پیدا میکنه. و اگر این را نداشته باشیم، سخت است بر انسان که کلماتی را بخوانه مفهومش نفهمه. گفتم مثل انسانان نشواری نفهمه که چی میگم دیگه. در این حالت چطور انسان خشوع داشته باشه در نماز؟ سخت است، نمیشه، یعنی غیر واقع بینانه هست ما کلمات را در نماز بخوانیم مفاهیمش نفهمیم توقع داشته باشیم که با این کلمات خشوع هم در ما ایجاد شه. این خیلی سخت است. خب اینا دعاهایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در افتتاح نماز خود میخواند. خب اگر ما شما همون دعای اول که کوتاه‌تر است یا دعای دیگه که الله اکبر کبیرا داره، اینا را دعاهایی است که میتونیم حفظ بکنیم و همیشه بخونیم. و اون دعاهای کلان دیگر هم ساده هست، اونا را حفظ میشه خصوصا در نمازهای شب اگر بخونیم. بعد از این دعا انسان مسلمان در نماز سوره فاتحه را باید بخونه و این از جمله به تعبیر جمهور علما جمله فرایض نماز. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرماید که لا صلاه لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب. خواندن این دعاها سنت هست در نماز و ایده از علما ایده هم واجب میدونن، اما خواندن سوره فاتحه در نماز به اتفاق علما واجب هستن. خب اینال مفاهیمی که در سوره فاتحه وجود داره اونها هم بار معنایی بسیار بزرگی داره. دوستایی که زبان عربی بلد باشن، یک سلسله هست، یک کسی به نام مشاری خزار میگنش، یک سلسله داره در یوتیوب شاید باشه به نام این سلسلهش از کیف تتلذذ بالصلاه، از نماز چگونه لذت ببریم. غالبا یک 30 کلیپ یا 35 کلیپ داره و هر کدامش نیم ساعت 45 دقیقه است. تنها در مورد همین مفهوم بحث میکنه، از نماز چه رقم لذت ببریم. عنوان کلیپاش همین رقم هست. یعنی به خاطر اینکه ما وقت کمتر داریم، دوستان اگر که در اینجا با شما به صورت تفصیلی بحث کردن نمیتونیم سری موارد، دوستایی که عربی بلد باشن میشه که از او استفاده بکنن و اونایی که عربی بلدن یک کار خیر دیگه هم بکنن، ترجمه بکننش به دیگرا، یک امر خیر. خیلی من از او کلیپا نکات بسیار جالب را یاد گرفتم. در اونجا سر و سوره فاتحه بسیار تفصیلی بحث میکنه و خوبی گپش است که گاهی وقتا یک مفهوم در ذهن انسان با سخن زیاد نزدیک نمیشه. تصویر یک مفهوم را در ذهن انسان خوبتر نزدیکتر ساخته میتونه. به همین خاطر علما میگن وقتی یک نفری شما برش درس بتین و همون مفاهیمی را که درس میتین تصویری نشان بتین، بیش از 80% نفر برداشت میکنه. او جالبی گپش همیست که امیتر یک مفهوم درس را به اصطلاح زنده ساخته. مثلا در اونجا وقتی میگه که الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت از آن الله است که پروردگار عالمیان است. باز او یک تمثیل کرده که پروردگار عالمیان چقدر ذات عظیم است. این در کردن از این به ذهن بنده خیلی سخت است، اما او یک تمثیل جالب کرده. این تمثیل جالب به اصطلاح با استفاده از این وسایل تکنولوژیکی گاهی وقتا انسان یک مفهوم خوبتر میتونه در ذهن انسان بیاره. او بالای یک شخص به اصطلاح از بالای یک شخص فیلم برداری شده. وقتی انسان از بالا فیلم برداری میشه نسبت به منطقه کلانتر کوچک معلوم میشه. بعد از او امی کامera به اصطلاح تمثیلی گونه
دور میشه. هر چقدر فاصله از او دور شده میره، همین شخصی که در اینجا قرار داره کوچک شده میره. مثلا شما فکر بکنیم جسم من نسبت به این مسجد خیلی کوچک است. خب هر قدر فاصله یک کسی که مسجد را میبینه بیشتر شده بره، جسم من نسبت به این کوچک شده میره تا حدی که خود این مسجد خیلی مثل یک نقطه وری مبدل میشه. باز از این دایره بیخی ما برای مثل که یک کابل براش مثل یک نقطه باشه. شما اگر کل کره زمین رو ببینید نه، نقطه کابل دیگه خیلی خطرناک میشه. وقتی از او فاصله گرفته میره تا حدی میرسه که خود امی کره زمین به یک نقطه مبدل میشه و بعد از او باز به اصطلاح منظومه شمسی کلانتر است. بعد از او هر چقدر فاصله گرفته میره خود منظومه شمسی به یک نقطه مبدل میشه و وارد کهکشان ها میشه. بعد از او کهکشان راه شیری که برش میگن، نه در کهکشان راه شیری علما میگن که به میلیون ها منظومه شمسی وجود داره که در هر کدام از او به میلیون ها سیاره هست که هر کدام از اونها میلیون ها مرتبه بزرگتر از زمین هستن. بعد از این فاصله که بیشتر میشه در مجموعه از کهکشان ها داخل میشه. یعنی علما میگن که در هستی میلیاردها منظومه ها و مجموعه های کهکشانی وجود داره که در هر کدام از اونها میلیون ها کهکشان هستن. یعنی تو فاصله گرفته میشه به حدی که خود کهکشان راه شیری که در اون میلیاردها منظومه شمسی وجود داره به یک نقطه صفری مبدل میشه و بعد از اون باز منظومه های شمسی، منظومه های کهکشانی به یک نقطه مبدل میشه. یعنی شما تصور بکنین که الله خالق همه اینا هست، خالق همه از اینها هست و هم بر اساس فهم ناقصی که تا هنوز بشر داره. بشر توانایی از این نداره که عظمت هستی را بیایه محدود بکنه که چقدر هست. تخمین میزنن و علم هم میگه و قرآن کریم هم دلالت داره که اینمی منظومه هستی هر روز وسیع‌تر شده میره. خب شما در مقابل یک ذاتی قرار دارین که خالق همه اینا هست و همه اینها را با یک لفظ کن محو میکنه و همه اینها را با یک لفظ کن خلق کرده. و شما انسان ها چی؟ یعنی وقتی منظومه های کهکشانی یک نقطه اند در مقابل مخلوقات الله، در مقابل مخلوقات الله. و جالب ترش است که دیگه از علما میگن که همه اینمی چیزایی که انسان ها حدس میزنن در تحت آسمان اول است. آسمان دوم از این وسیع‌تر است، سوم از این وسیع‌تر، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و باز بعد از او کرسی هست. بزرگی کرسی به نسبت آسمان های هفتگانه و مخلوقات موجود در او مثل یک دشت است که در او یک کره افتیده باشه. و بعد از او عرش الله تبارک و تعالی است. قرآن کریم میگه وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی همه آسمان ها و زمین را احاطه کرده. و بعد از او عرش بزرگترین مخلوق الله هست که باز کرسی با اینمی بزرگیش در مقابل عرش الله مثل یک دشت بسیار بزرگی است که در او یک کره کوچک افتیده باشه. و پروردگار مالک عرش است و بالای عرش استوا داره. پس کوچکی بنده را ببینین و بزرگی الله را ببینین. یعنی وقتی این مفهوم در ذهن انسان زنده باشه، یعنی حتی گاهی وقتا انسان تعجب میکنه که چطور یک موجودی میتونه در مقابل نمود یک ذاتی خود را استاده نگاه بکنه. یعنی که صحابه را میگیم گاهی وقتا در نماز نمیتونستن استاد شون از ترس بسیار بزرگی که در قلبشان نسبت به عظمت الله بود. اونا میفهمیدن ما در مقابل چی ذات استاد هستیم. ما متاسفانه در حین عبادت الله عظمت الله در ذهن ما نیست و مفهوم ما خیلی دورتر از چیزی است که الله را باید عبادت بکنیم. یعنی حقیقتا انسان مسلمان با این ذهنیت خطا و موارد بسیار عجیب غریبی که در ذهن انسان در حین نماز میاد مشکل از خشوع داشته باشه. اما اگر عظمت الله را مد نظر بگیره، بزرگی و جلال الله تبارک و تعالی را و صفات کبریایی الله تبارک و تعالی را و بازی که اینمی ذات با اینمی عظمت و بزرگی و جلال چی اراده در مورد ما داره، ما انسان های بسیار ناچیز و بسیار گناهکار و بسیار ناسپاسی که هیچ وقت عظمت الله را به صورت درستش حق درک نکردیم، اونمو الله نسبت به ما چی رقم اراده داره. وقتی میگه که پروردگار میگه بنده مگر از من طلب بخشش بکنه با بزرگی گناهانی که به اندازه آسمان ها باشه، من از این که بیشتر با بخشش به طرف از اون مراجعه میکنم. اونمو پروردگار است که برای ما میگه که اگر بندیم به طرف ما یک وجب نزدیک شه، ما دو وجب به طرف از اون میایم. اونمو پروردگار عظیم با اونمو ذات کبریایی و بزرگ و جلال و عظمتش است که میگه اگر بندیم به طرف ما آهسته آهسته ما به طرف از او به حالت دوش میایم. پس انسان با اینمو یک ذاتی که اوج عظمت را داره و اوج مهربانی و عطوفت در مورد بندش داره، اگر در حین استاده شدن در مقابل اینمی ذات باز هم نمیتونه ذهن خود را و فکر خود را و قلب خود را از غیر الله دور بکنه، واقعا انسان ناسپاسی است. و متاسفانه حقیقتا هر کدام ما این تقصیرات خود را داریم. عبادات ما بسیار مشکلات بسیار زیاده داره و ما گاهی وقتا
بدون شک ما میره فراموش کردن نمیتونیم که ظاهر نماز خود را به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم آماده کردن یک واجبی دینی است، اما از این کده بدون شک از این کده مهمتر باطن نماز را مطابق نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم باید آماده بکنیم. و حقیقتا اما قدر که فکر ما و ذهن ما برای برابر کردن ظاهر نماز ما هست مثل نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم، هرگز باطن نماز خود مثل نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیسازیم و این ذهن را هم نداریم. فکر میکنیم دیگه می کافی دیگه، من فقط چند تا سنت ها که دیگه را انجام نمیتونم، خب من انجام میتونم بس از دیگه نمازم خلاص نمازم دیگه به اون درجه رسیده که الله را قبول بکنه. قسم به الله هست که باطن نماز را ساختن و جور کردن و به طریقی پیامبر باطن نماز خود را ادا کردن به مراتب مهمتر از ساختن ظاهر نماز است. و بله، ساختن ظاهر نماز ما مطابق سنت پیامبر یکی از وسایل کمک کننده هست برای ما برای اینکه باطن نماز خود را هم درست بسازیم. الله تبارک و تعالی برای شما توفیق امیر نصیب بکنه که وقتی عبادت الله را میکنیم حقیقتا عبادت های ما اون نوع عبادتی باشه که الله تبارک و تعالی از ما میخواد. گرچه انسان به هیچ حالتی توانایی انجام عبادتی را که الله مستحقش است نداره، هرگز هر قدر انسان مسلمانی در نماز خود و در عبادت خود خشوع داشته باشه به هر حدی که تصورش باشه بازم فکر نکنه که ما حق عبادت الله را ادا کردیم، هرگز این کارو نکنه. به دلیل ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک دعاهای معصولی که همیشه از پیامبر نقل است، میگه میگه پروردگارا من نمیتونم تو را او گونه عبادت بکنم که تو مستحقش هستی. و بدون شک نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم و عبادت پیامبر بهترین عبادت ها است، اما همیشه بلا فاصله بعد از اینکه از نماز سلام دار میته باز استغفار طلب میکنه. بزرگترین مفهومی را که استغفار گفتن پیامبر، 3 بار استغفار گفتن پیامبر بعد از سلام دادن در نماز است، امیست که پروردگارا هر قدر من تلاش بکنم که تو را درست عبادت بکنم، حق عبادت تو را ادا کردن نمیتونم، پس بعد چی بکنم؟ طلب استغفار بکنم. پس وقتی ما شما از نمازهای خود نیازمند نیستیم که از پروردگار طلب استغفار بکنم، از گناهان خود خود به طریق اولا مستحق نیازمند از این هستیم که از الله تبارک و تعالی طلب استغفار بکنیم. پروردگار برای شما فهم درست دینش را نصیب بکنه و عظمت و جلال الله در قلب های ما جا بگیره و پروردگار برای شما توفیق عبادت خاشعانه الله تبارک و تعالی را نصیب بکنه. و از الله متعال صدا داریم که عبادت های ناقصه را که میکنیم به درگاه خودش قبول بکنه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.